اداره روسلخوزنتزور خبر داد که کارمندانش در فرودگاه گمرک شهر ولگاگراد از یک مسافری که از تاجیکستان آمده بود 4 کیلو قروت را مصادره کردند. بنا به این گزارش شهروند تاجیکستان این مقدار قروت را میخواست در بغاژ دستیش وارد روسیه کند، ولی یگان حجت سانیتاری برای این قروت نداشت. همه این 4 کیلو قروت بی‌حجت مصادره و نابود کرده شد. گفته می شود در اطلاعیه اداره روسلخوزنتزور قروت یک نوع محصولات خشک است که از شکر با علاوه نمک تیار کرده می شود و در آسیای مرکزی خیلی معروف است. روسلخوزنتزور چند سال باز از خارج به روسیه آوردن بسیاری از نوع‌های محصولات غذایی و رستنی را محدود کرده است. این محدودیت ها بعد خروج کرونا ویروس بیشتر کرده شد. این اداره در اول ماه ایون خبر داد که در فرودگاه شهر ولگاگراد از بار و بغاج مسافرانی که از تاجیکستان می آمدند 75 کیلو محصولات خوراکه را به دلیل نداشتن سندهای لازمی مصادره کرده است. رسانه‌های محلی خبر دادند که تنها از یک مسافر تاجیکستان 13 کیلو محصولات خوراکواری با شمول گوشت گاو، قروت و چکه و جرغات مصادره کردند.